از جمله نمودهای افراط و غلو در حق پیامبر صلی الله علیه و سلم. سوال: من یک حدیث خواندم که چنین گفته شده است: هر کی نامش محمد باشد نزنید و دشنام هم ندهید. آیا این درست است؟ جواب: الحمدلله. این حدیث دروغ است و با پیامبر نسبت داده شده است، حالانکه چنین حدیث یگان اساس در سنت پاک پیامبر صلی الله علیه و سلم وجود ندارد. همچنین گفته بعضی ها که میگویند هر کی نامش محمد باشد او از جانب پیامبر پناه دارد و ممکن است که با همین نام به جنت درآید یا که داخل شود. نیز این گونه چیزها اساسی ندارد. یا گفته بعضی ها هر کسی نامش محمد باشد خانه اش فلان و فلان خواهد شد. همه این خبرها به اساس و ساخته شده می باشند. معیار و اساس در دین اسلام پیروی از محمد صلی الله علیه و سلم است، نه تنها نامش که محمد باشد. چند نفری هستند که نامشان محمد است اما اهل شرارتند، اهل بد و پلیدند، زیرا از پیامبر پیروی نکرده اند و به شریعت او صلی الله علیه و سلم تسلیم هم نشده اند. نامها آدمان را پاک نمی کند بلکه اعمال صالح و تقوای الهی آنها را پاک می سازد. پس اگر کسی نامش محمد، احمد یا ابوالقاسم باشد ولی کافر یا فاسق باشد، این نامها با او هیچ منفعتی نمیرساند. بر بنده واجب است که از الله سبحانه و تعالی بترسد، با او اطاعت کند و نافرمانی نکند. به شریعت الله سبحانه و تعالی که با واسطه پیامبر صلی الله علیه و سلم فرستاده شده است رعایت نماید و فرمان برداری کند. این است آن چیزی که فایده میدهد و راه و نجات و سلامتی در این است. اما تنها نام داشتن به عمل به شریعت نه سبب نجات او میگردد و نه سبب کامیابی او، بلکه سبب عذاب او میگردد. شاعری به نام بوصیری در قصیده خود برده یک خطای بزرگی را کرده است که گفته است به سبب نام محمد از او پیامبر صلی الله علیه و سلم ضمانت دارم. حتی خطای بزرگتری کرده است در بیت دیگری که میگوید: ای کریمترین مخلوق، اگر تو در روز قیامت دستم نگیری من کسی دیگری رو ندارم که به او پناه برم، زیرا از کرم تو دنیا و آخرت است. اگر چنین نباشد بگو ای لغزش پایها، و از علمهای تو دانستن علم لوح و محفوظ و قلم است. این شاعر در این شعرهای خود نجات را در آخرت به دست گرفتن محمد صلی الله علیه و سلم بسته کرده است، نه به الله سبحانه و تعالی. گویا فراموش کرده است که الله سبحانه و تعالی هست که منفعت و ضرر دادن تنها در دست او سبحانه و تعالی است و نجات اولیاء و اهل طاعت در دست او سبحانه و تعالی است، نه در دست پیامبری. و آنها را چنان در فضل کرم بزرگ شمارده است که حتی اعمالهای ناجایز، ناروا و ناشایسته را در آنها قرار داده است. حتی گویا پیامبر را دانای غیب و صاحب علم لوح المحفوظ شمارده است. این سخنان کفر آشکار هستند. به الله سبحانه و تعالی پناه میبریم. اگر شخصی به این عقیده بمیرد و توبه نکرده پس در بدترین کفر وفات کرده است. از این رو بر هر مسلمان واجب است که از چنین غلو و افراطگرایی پرهیز کند و به قصیده برده و مؤلف آن مغرور هم نگردد. و الله یاری دهنده و یاری رسان است و قوت و توفیق را تنها از او سبحانه و تعالی می‌طلبیم. فتاوای ابن باز رحمه الله تعالی، مجموع فتاوا و مقالات، مجلد اول، صفحه 370 371.